عینی استعداد خداداد دارد، هنر خداداد دارد، لیکن برای با وجود تربیت کردن این هنر، این استعداد یک تربیت گیرندگان لازم بودند. یکی از همون تربیت گیرندگان این پدر استاد عینی است. پدر استاد عینی برای تربیت کردن فرزند خیلی زحمت‌های زیاد کشید و استاد را و فرزند خود را، صدرالدین را، در راه مثلا حقیقت و در راه خودشناسی و در راه راستروی تربیت نمود. و شخص دیگری که استاد عینی را تربیت کرد این صدرالضیاء میباشد. صدرالضیاء نیز برای با عرصه جهانی برآمدن استاد عینی خدمت‌های زیاد کرد و استاد عینی همگی 1 سال در دربار صدرالضیاء خدمت کرده است، لیکن همین 1 سال با وی مثلا خیلی زیاد فرض کردیم که همون درباره تشکل شخصیت عینی اهمیت خیلی زیادی دارد.